شمایی که میگید ما صلح طلبیم، میخواید که صلح طلبی شما مثل صلح طلبی اسرائیل حالا اسرائیل هم حالا میگه بیا صلح کنیم. یعنی چه؟ یعنی وارد شده است و شهرهای لبنان را گرفته است و حالا میگه که ما بیایید حالا دیگر آتش بس کنیم. این آتش بس را مگر میشد مسلمان ها قبول کنیم؟ این ذلت است، نه آتش بس. اون روز آتش بس است که با مشت بزنن اسرائیل را بیرونش کنن از شهرهای خودشون و اون وقت بگن که بسیار خوب حالا آتش بس بشینید مجرم ها بفهمید کی است. اون وقت هم صلح همینطوری نباید بشد، مجرم باید معلوم شد کیه. اسرائیل بیاد هر چه جرم دارد بکند، بعد بگد که خب ما دیگه کاری نداریم، شما برید سراغ کارتون، اینجا هم که ما گرفتیم ما خودمون. معنی آتش بس اینه، همون آتش بس صدامی است. این آتش بسی است که اسرائیل هم دارد چیز میکنه. نه این آتش بس عقلایی است و عقلی است و هیچ انسان شریفی قبول میکند و نه اون آتش بس. اگر کسی قبول کند تن به ذلت دادن است. یعنی همه چیزمون رو دادیم، حالا بس بسم الله تشریف بیاریم، حالا یه با همچون صورت همه ببوسیم و اینا که بردید مال شما باشه.